وزارت دفاع روسیه قسمی واقع در کولاب بودای دیویزیای 201 روسی را پورا به دوشنبه کوچانده است. در این باره یاردمچی فرمانده قشون‌های اوکروگ حربی مرکزی روسیه یاروسلاو رشوبکین خبر داده است. او گفته است این کوچانیدن به هدف بیشتر کردن تیاری حربی و قدرت جنگی این دیویزیا بوده است که با وزارت دفاع تاجیکستان هماهنگ کرده شده است. این جای وسکونی هیچ تغییراتی به شماره اسکران، هدف و وظیفه‌های دیویزیا وارد نمی کند. اضافه کرده است رشوبکین. اینکه چرا این قسم حربی با این سراسیمگی و زودی از 45 کیلومتری سرحد افغانستان به 300 کیلومتری آن کوچ بسته است، در حالی که گفته می شود وضع آنجا هر روز بدتر می شود، سوالات زیادی را برانگیخته است. لازم به یادآوری است که همین پولک 149 کوچ بسته از کولاب سال 1993 بعد هجوم قواهای اینات به زسته‌های 12 روسی به کمک آن رفته بود ولی نرسید. به گفته فرمانده قشون‌های ایما در افغانستان جان کمبل، قدرت در افغانستان با شدت در حال افزایش است و تا آغاز سال 2016 به 15-20 هزار می رسد. طالبان هم در حال پیشروی در شمال افغانستان هستند، اما چرا محض در همین زمان روسیه ارتشش را از سرحد افغانستان دور می برد؟ الکساندر خنمچیخین، جانشین دیرکتور انستیتوت تحقیقات سیاسی و حربی روسیه گفته است فرضیه نزدیک به منطق کوچاندن پولک 149 این زیاد بودن امکان تبادلات در دوشنبه است. شاید خطر آن خیلی بیشتر از خطری موجود از سرحد باشد. معلوم است که هیچ امید به ارتش مقامات امنیتی تاجیکستان نیست، افزوده است او. اما دیرکتور مرکز آموزشی کشورهای شرق نزدیک و آسیای مرکزی سیمیون بگداسارف نظر دیگر دارد. او گفته است کولاب خیلی نزدیک به سرحد افغانستان و تاجیکستان واقع می باشد. کوچاندن پولک از آنجا به دوشنبه نانسنس است. خود رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان 6 اکتبر در واخری با ولادیمیر پوتین گفته بود که در 60% سرحد تاجیکستان و افغانستان عملیات جنگی می رود. از نگاه تاکتیکی حربی این قدم قابل قبول نیست، حتی اگر امکان تبادلات وجود دارد. در صورت ضرورت امکان دارد در 3 ساعت پولک به دوشنبه برده شود، اما جنگنده های طالبان و می توانند در نیم ساعت از افغانستان به کولاب رسند. سابق سردار اداره مرکزی همکاری بین الخلقی حربی روسیه لیانید ایواشوف هم امکان تبادلات یا قیام در دوشنبه را موجود خوانده است و گفته است که شاید امام علی رحمان بیش از طالبان و دولت اسلامی و جنرال های اطرافی خودش و مردم کشورش خوف دارد و کوچانیدن حربیان دیویزیای 201 را از کولاب به دوشنبه به همین ربط داده است. دیویزیای 201 روسیه از 3 پولک 149 تا چند روز پیش در کولاب، 191 در قرغان تپه و 92 در دوشنبه عبارت بوده 7500 سرباز دارد.